خب توی این بخش از آموزش بافت در حلقه پشتی رو میخوام خدمتتون آموزش بدم. دقت کنین ما توی هر رجی که میبافیم به این شکل زنجیره های به این صورت رو داریم. تو هر بافتی که بزنید میخواد پای کوتاه باشه، پای بلند یا هر چیز دیگه ای. این حالت رو ما داریم. خب همونجور که دقت میکنین این زنجیره ها از 2 تا لوپ تشکیل شده. یک لوپش پشت هستش، دیگری در جلو هستش. ما میخوایم داخل این حلقه های پشتی بافتمون رو انجام بدیم. به این صورت که قلابم رو از حلقه پشتی از این بین رد میکنم، حلقه پشتی رو میگیرم و بیرون میارم، یه پای کوتاه میزنم. این شد اولین بافت در حلقه پشتی. دوباره قلاب رو از این بین از حلقه پشتی بیرون میارم، نخمو میگیرم بیرون میکشم و یک پای کوتاه دیگه. دوباره حلقه پشتی، پای کوتاه تا انتها به همین صورت ادامه میدم. زنجیره و کارم رو برمیگردونم.